نه واسطه بازیت کار میده، نه سرمایه، مال، قدرت، شوکت، هیچ چیز کار نمیده. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. هیچ چیزی به دردت نمیخوره مجز اینکه قلب سالم در مقابل پروردگارت حساب شده باشی. روزی که از تک تک اعمالت محاسبه باید بدی. پیامبران اگر پدرت هم باشه، پدرت اگر پیامبر باشه، تو را شفاعت کردن نمیتونه. چرا؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضى. به خاطر اینکه الله اصلا اجازه شفاعت را برای کس نمیده مگر اینکه الله ازش راضی باشه. من الذی یشفع عنده الا باذنه. کسی اذن شفاعت در مقابل الله را نداره. هیچ کسی. پدرت را ببینی در جهنم میسوزه، پیامبر باشی نمیتونی برش ببینی. حتی اجازه داده نمیشه که برش دعا بکنی. تو حدیث بارها شنیده باشید رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من از الله متعال اجازه خواستم که به من اجازه بده به پدر خود دعا بکنم. پیامبر بر من اجازه نداد. به پدر و مادرش از وجود